این آیه اگر یک لحظه تمرکز صرفی نحوی روش بکنیم و علمی، علما میگن وقتی جار و مجرور بر فعل مقدم میشه معنای انحصار میده. میتونست بفرماید پروردگار عالم فاصبر لربک، کما اینکه در آیات دیگر هم داریم فاصبر لحکم ربک یا آیات دیگر، ولی اینجا چون طلیعه بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، آغاز تحول آن حضرت و به تمام بشریت است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواست در مکتب قرآن ساخته بشه و امشب ما هم اومدیم در واقع این آیات رو بر ذهن ما و بر جان و وجود ما و بر شیرازه قلب ما در واقع اینها رو نهادینه بکنیم. این آیات رو بایستی با این حالت نگاه بکنیم که برای ما داره نازل میشه. ولی ربک فاصبر، یعنی شما در زندگی با مرارت ها، با تلخی ها، با مصیبت ها، با حوادث و وقایع گوناگون روبرو میشید. این به طبع وجود داره. اصلا زندگی سرشار از این فراز و نشیب هاست. کسی نمیتونه ادعا بکنه که من در زندگی خودم فرازی ندیدم، سختی ندیدم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، الله میفرماید انسان در مشکلات، در بحران آفریده شده. اصلا پی در پی انسان مرتب مشکلات رو تجربه میکند. اما این آیه قرآن و در مقابل مشکلات به طبع مجبور صبر بکنه چون چاره ای نداره. خیلی از مواقع سی آمده ما چاره ای نداشتیم جز صبر کردن. اما الله عزوجل در این آیه یک راهکار بسیار مهم برای ثبات در زندگی میده و اون اینه که ولربک فاصبر. صبر کافی نیست، تحمل کافی نیست، این خودداری و شکیبایی به تنهایی کافی نیست. بشی ولربک فاصبر، صبر تو بایستی جهت داشته باشه. همون طوری که در ابتدای قرآن فرمود اقرأ باسم ربک، خواندن تو زمانی، مطالعه تو زمانی، علم و پژوهش تو زمانی میتواند ارزش باشد که باسم ربک باشه، یعنی جهتدار باشه، هدفدار باشه، هدف تو و تارگت تو از خوندن الله باشد. اینجا هم میفرماید که صبر تو زمانی ارزش داره، صبر تو زمانی به عنوان یک عنصر حیات بخش و کارآمد تو زندگی تو تقرر پیدا میکند که ولربک جهتدار باشه و جهتش برای الله باشه. ولربک فاصبر، صبر ما جهتدار باشه عزیزان، مخلصانه برای الله. اگر ما صبر بکنیم چون چاره ای نداریم، اگر صبر بکنیم چون راهی نداریم، به قول اون ضرب المثل معروف بنده خدا افتاده بود توی چاه و صبر میکنیم برای تنابی چیزی بیارم گفت مگه چاره ای هم دارم. اگر صبر برای عدم چاره و عدم نمیدونم راهکار باشه اون به درد نمیخوره. بایستی صبر یک مسلمان متفاوت با بقیه باشه. این دستور قرآنی است. عزیزان بزرگوار، جوانان محترم، چون امروز تو جامعه بشری من سعیم بر اینه تو کلاس‌های تفسیر شبهاتی که امروز در ذهن جوان‌ها ایجاد میشه در رابطه با یک سری احکام اونها رو پاسخ بدم تا حد بضاعت علمی. سوال میکنن آقا یعنی چی؟ خداوند که دوست ماست، ما که بنده خداییم، ما که عبد خداییم، ما که داریم عبادت میکنیم، اصلا معنای مشکلات چی هست که ما بخوایم صبر بکنیم؟ چرا خداوند این همه مشکلات، ناملایمات در زندگی بده که بعد از ما توقع داشته باشه صبر کنیم برای رضای الله؟ خیلی ها فکر میکنن این دنیا آسایشگاه هست. این یک تصور غلطه. الله این دنیا رو آسایشگاه خلق نکرده. این دنیا آزمایشگاه است نه آسایشگاه. خودش میفرماید ونبلوکم بالشر والخیر فتنه. فقط حتی کسانی که با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن در معرض آزمایش نیستن. همه نبلوکم بالشر والخیر، سبحان الله، هم با خوشی ها هم با ناخوشی ها. انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. الله میفرماید اصلا این دنیا بسان یک سالن امتحانه. هر
روزی که ما آغاز میکنیم یه برگه امتحانی جدید جلوی ما. عزیزان با این تصور بایستی زندگی کرد. الله متعال در سوره ملک همین جمله رو در نخستین آیات بیان می‌فرماید: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر دیدگاه ما از زندگی این باشد که فردا روز شنبه تاریخ فلان یه برگه جدید و نانوشته است که جوان عزیز تو صبح بلند میشی بایستی این برگه رو تا شب پر کنی. و آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در طلیعه کتاب الطهاره امام مسلم آورده، در اولین حدیثش عجیب است، میفرماید کل الناس یغدو فبائع نفسه. هر انسانی که صبح بلند میشود یک فروشنده است. هر انسان، چه معلم هست چه متعلم، چه کارگر هست چه کارفرما، مرد است یا زن، پیر است جوان، مسلمان است یا غیر مسلمان، تفاوتی نمی کند. این یک فروشنده است. کالای او چی هست که داره میفروشه و خریدار کی است؟ کالای او اعمال اوست، کالای او افکار و اندیشه اوست، کالای او هستی اوست. خریداران فقط دو تا خریدار است، خریدار سومی وجود نداره. ما فردا صبح بلند میشیم به عنوان یک خریدار دقت کنیم کالای ما رو به کی داریم میفروشیم، در کدوم بازار چوب حراج زدیم به وجود ما یا نه ارزش دادیم به ارزش های وجودی ما. یک خریدار الله است. و چه خریداری! ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خریدار اولی الله است. جان تو رو، مال تو رو، جوانی تو رو، فکر تو رو، گام تو رو، قدم تو رو، درم تو رو، قلم تو رو، حرکت تو رو، حیات تو رو، حرارت تو رو الله خریدار است. به ان لهم الجنه. در ازای این خرید الله چی میدهد؟ این دنیا و آخرت رو بهش میکند. جنت فقط جنت آخرت صرفا نیست، قبل از جنت آخرت الله سبحانه و تعالی این دنیا رو بهش میکند. علما قضاوت نکنید، سری آیه قرآن است: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله در این دنیا در سکون و آرامش زندگی میکنن. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اول این دنیا رو قشنگ میکنه، این دنیا رو زیبا میکنه، این دنیا رو بدون دغدغه و بدون استرس و اضطراب میکنه. آیا ما غیر از این چیزی میخوایم؟ خریدار اول خدای رحمان و اما خریدار دوم ابلیس و شیطان است. اگر فکرهای پلید باشه، فکر انتقام، فکر نمیدونم ضربه زدن، آبرو ریزی کردن، فکر شیطنت کردن، جاسوسی کردن، مردم رو به وبال و عذاب انداختن، ایذا و اذیت رسوندن، این خریدار دوم است. ببینیم ما به کی داریم میفروشیم. فمعتقها او موبقها. آن حضرت میفرماید گزینه سومی وجود نداره. یا شما با فروش روزت به الله، با درست نوشتن اون برگه امتحانی، اون روز خود و خانواده خودت رو آزاد میکنی، در یک آزادی تمام معنا زندگی میکنی، و یا این که به هلاکت و نابودی میرسونی و اون زمانی است که انسان اسیر نفس میشه. یا بسان یک سالن امتحان است. همه و باز به خصوص عزیزان فکر نکنید کسانی که در مشکلاتن امتحانشون آسان تره. به خدا اونهایی که در نعمتن، اونهایی که در فراخیان، اونهایی که دارن، اونهایی که هر چی که خواستن بهشون داده، امتحان اونها سخت‌تره. عمر فاروق رضی الله عنه جمله همین میفرماید: بلینا بالضراء فصبرنا وغفرنا. ما با مشکلات، با ناملایمات، با بحران‌ها، با چالش‌های بسیار قوی آزمایش شدیم، بر همه اونها فایق آمدیم. ما از عقبه‌ها و گردنه‌های مشکلات عبور کردیم، در رکاب حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و در رکاب ابوبکر صدیق رضی الله عنه.
اما من میترسم که ما با سرا با خوشی ها امتحان بشیم و در اون امتحان موفق بشیم. امتحان در خوشی ها سخت‌تر است. فکر نکنید کسی که داره، کسی که از جوانی و از نشاط و از پول و از قدرت و از پست و جاه و مقام برخوردار است، اون دیگه خوشخوشونشه. نه، اینطوری نیست. همه تو مشکلات قرار دارن. هم تو مشکلات هست، ما خبر نداریم. مشکل اینه که فقط هر کس ظاهر زندگی، باطن زندگی خودشو با ظاهر زندگی بقیه مقایسه میکنه. خبر نداره تو زندگی اونا چه باویلاست. اونی که داره چه مشکلاتی داره. به قول یکی از سخنرانان و در واقع نویسندگان، بگم بهتر، یک لطیفه ذکر میکرد خیلی جالب الان یادم آمد. ایشون میگه که تیمارستان یک روز خواستم سر بزنم. تیمارستان برم ببینم از دکترها و از مریضا و از بیمارا و دیوانه ها، برم یک دیداری بکنم ببینم در چه وضعیه. چون شنیده بود که بریم به تیمارستان، اون زمان معلوم میشه که خودت هم جزو اون دیوانه ها هستی یا نه کم هوشیاری. خلاصه رفته بود اونجا، وارد که شد با مدیر رفیق بود که یک بنده خدایی هم توی صحن تیمارستان راه میره میگه لیلا 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 لیلا. گفت که ببخشید اینجا همه همینطوری هن؟ گفت نه، اینجا بیمارا رو ما بودیم دستبندی کردیم، دیوانه ها رو. یک قسمت مثل این آقا که خیلی دیوانگیش یا مریضیش حاد نیست، این آزاده، همینجا میبینه لیلا لیلا میکنه و راه شعر و ترانه میکنه مثل اینجا اونا لیلا لیلا. بعضی که مقداری بیماریشون عمقش عمیق‌تر هست و ژرف‌تر هست، اونها رو توی سالن‌ها و اتاق‌های مثلا 8-9 نفری ما نگه می‌داریم. اونایی که خیلی مثلا عمیقن اونها رو تو انفرادی، و اونایی که دیگه وحشتناکن، قابل کنترل نیستن، اونها رو تو انفرادی به زنجیر دست و پاشون رو می‌بندیم و نگه می‌داریم. خب حالا جریان این چیه؟ این که شما میگین خیلی بیمارش عمیق نیست. گفت این هیچ، بنده خدا عاشق یک فردی بوده به نام لیلا، بهش ندادن، یکی دیگه دادن، این بیچاره دیوانه شده، این آوردن اینجا، این لیلا لیلا میکنه. چون بهش جواب رد دادن دیوانه شده. گفت اون لیلا عروس شده؟ گفت بله، به کسی دیگه دادن، به این خاطر این آوردن اینجا، دیوانه است. رفتن جلو و خلاصه جلوتر و جلوتر تا همون اتاق آخری که زنجیر بسته بود، یکی رو هم دست هم پا بلند میشد با دستام میگه لیلا لیلا، محکم میزد لیلا. خب این چیه؟ این چیکارش هست؟ گفت هیچ، این شوهر همون لیلاست، از دست همون لیلا دیوانه شده اینجا. دقیقاً همینطوریست. بعضی ها به عشق لیلا دیوانه شدن، بعضی ها از عشق لیلا دروشون میرن و دیوانه شدن. فکر میکنیم ما اونی که داره هم میگرید، اونی که نداره هم میگرید. اون کسی که ازدواج نکرده میگه وای تمام مشکلات اینه که من مجردم، خبر نداره که این متأهلان میگه درود بر مجرد. این یه واقعیت تو زندگی ها. اونی که بچه نداره میره یزد و کرمان و آمپول و دارو و درمان و فلان که بچه دار بشه، این طرف یکی دیگه با تون آمپول میزنه که بچه دار نشه دیگه. یعنی همه حسرت زندگی اینو اونو میخوریم. زندگی برای همه عزیزان یکسان، باور کنید نسبی هست. فقط به قول حکیم الامه، حکیم الاسلام مولانا محمد طیب جمله عجیبی دارد، میگه مشکل مردم ما اینه، جوانای ما این است که نمیفهمن مصیبت چی هست. خیلی جمله قشنگی داره ایشون، میگه خیلی از جوانها نمیفهمن مصیبت چیه، اینها میان وقایع و حوادث رو اسمشو گذاشتن مصیبت. اینطوری نیست. هر واقعه، هر حادثه مصیبت نیست. یک نفر از هواپیما جا میمونه، در واقع اینو میگن مصیبت. با مصیبت ها بیچاره شدم. همین هواپیما سقوط میکنه اینجا بشکن میزنه از خوشی. این مصیبت یا واقعه هست یا حادثه هست. عزیزان من، وقایع و حوادث زمانی مصیبت میشوند که بر دل اثر کنند. هر مصیبتی، هر مشکلی، فقر، بیماری، فوت عزیزان، مشکلات، بحرانها، تا زمانی که به جسم فقط اثر کنند، جسم رو پریشان بکنند، اینها مصیبت نیستند.
به خدا مصیبت نیستن. چه بسا باعث رشد تو بشه، چه بسا باعث ترقی تو بشه. زمان اینها مصیبت می شود که دل رو متأثر. به همین خاطر حضرت یوسف علیه السلام وقتی گفتن به زندان میافکنیمت چی گفت؟ گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. ای الله من عاشق زندان. هر آن کس عاشق است از جان نترسد، یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هیهی چوپان نترسد. کسی که دلش به الله هست اون زندان رو برای خودش بزرگترین خلوتگاه میدونه. به قول حضرت علامه ابن تیمیه شیخ الاسلام چه میفرماید؟ الله اینها قلبشون واترپروف، یعنی ضد آب نه تنها. ساعتی که یا گوشی بعضیا تو آب میفته خیالش نیست بگه این واترپروفه، این گوشی ضد آبه. اینها قلبشون ضد آب شده بود، ضد آتش شده بود، ضد مصیبت شده بود. گفت جنتی، وقتی میخواستم به زندانش بیافکنن، به اعدام تهدید کردن، گفت جنتی و بستانی فی صدری، من بهشت من و بستان من همراه من است. شما میخوان چیکار بکنید با من؟ حبسی خلوه، قتلی شهاده و اخراجی من بلدی سیاحه. سه تا گزینه بیشتر ندارید. میخواد زندانم کنید زودتر ببرید، چون من نیاز به یک خلوتی دارم. تو این شلوغی زن و بچه و حیاهو و فلان نمیتونم. به زندان ببرید من و یک خلوتگاهی برام درست بشه. گفت تبعیدش کنید. پس گفت بهتر سیاحه، من از همین شهر خودم اونورتر نرفتم، تبعید کنید من برم دنیای خدا رو ببینم. خدا فرموده قل سیروا فی الارض، برید در زمین خدا بچرخید، فانظروا، که درس عبرت بگیرید. گفت نه بکشیدش. گفت الله اکبر، چه بهترین، چه نعمتی بالاتر از این که قتلی شهاده، من رو زودتر به محبوبم برسونید، من رو به الله هم برسونید، من رو به مقصود و مطلوب و محبوبم برسونید که از این نعمتی بالاتر نیست. حیران شدن با این چه کنم. چقدر انسان خوب رشد میکنه در پرتو این تعالیم. هیچ دشمنی نمیتواند، شیطان هم نمیتواند. الله عزوجل در قرآن میفرماید انه لیس له سلطان، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون. ای شیطان، تو برای یک گروه تسلط نداری. خیلی ها رو میتونی بازی بدی، چه حاجیه، چه ملایه، چه صوفیه، چه آخونده، همه رو میتونی بازی بدی. ولیکن اون جوانی که دل به الله داره، اون انسانی که دل در گروه الله گذاشته، اون کسی که قلبش واترپروف شده در واقع، اون میگه نه. شیطان که هیچی، لا احب الافلین، ابراهیم بار داد میزند، به جز الله هیچ نعمتی نمیتواند منو به آرامش برسونه. به قول سعدی با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر جام توان کرد. الله اکبر. این عرفا از عمق قرآن و ژرفای ایمان چه کلماتی رو به بشریت عرضه می‌کردند. با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. تا در کنار دوست نباشی به کام دل، از هیچ نعمتی نتوانی که برخوری. تا الله در کنار زندگی ما نباشد، در کنار مشکلات ما نباشد، در کنار خوشی‌های ما حتی نباشد، ما از خوشی‌ها نمیتوانیم بهره ببریم. لذا عزیزان حرف همینه. مشکل فقط اینجاست که ما اومدیم بین این دوتا، بین مشکلات و بین مصیبت‌ها فرق قائل نیست. هر مشکلی مصیبت نیست. به این خاطر بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی اون همه ضربه، اون همه مشکلات بر روی اومد در احد، در طائف، چی فرمود؟ چون فقط جسم رسول الله صلی الله علیه و سلم خونالود شد، فقط جسمشون، دلشون رو نتونست کوچکترین ضربه وارد کنه. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. ای الله اینها متوجه نیستن. ابراهیم در آتش دست و پاچه نشد، چون نهایتش گفت که این فقط جسم منو شاید بسوزه اما دل منو نمیتونه. یوسف در کنج زندان، یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار،
در کنج زندان هم دست پاچه نشد، پریشان نشد. به جای خودش حضرت یونس در عمق دریا و شکم ماهی دست پاچه نشد. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. عزیزان من، آیا ما مشکلاتی از اینها بیشتر داشتیم؟ یک سوال. چرا سری دست و پاچه میشیم؟ چرا آستانه صبر و تحمل ما پایینه؟ چون ولی ربک فاصبر رو تمرین نکردیم. حالا من در پایان عرض خواهم کرد چگونه بعضی از جوانان میگن ما خوب صبر نداریم، ما خودمون کم تحمل هستیم. نه، اینطوری نیست. میشه، با تمرین میشه، با اون دستورالعمل‌ها و فرمول‌های قرآنی قطعا خواهد شد. و لذا عزیزان، یونس اونجا، یوسف اونجا، اینا همه داستان‌های من و شماست. بشنوید ای دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. اینا همه نقد حال ماست، نقد حال خویش را اگر بشنوی همز دنیا همز عقبا برخورد. ولی ربک فاصبر. اما عزیزان، یک سوال دیگری که در ذهن جوان‌ها میاد، چون باید باز بشیم بحث، و اون اینه که ما از کجا بفهمیم این مشکلی که اومده این آزمایشه، این عذابه، این رفع درجاته، این گوشمالی و تنبیه خداست یا پسگردنی خداست؟ این یک شاخص باید دست ما باشه. وجه تمیز این چگونه است؟ وجه تشخیصه. امام عبدالقادر گیلانی که از عرفای بزرگه میفرماید موضعگیری ما بعد از مصیبت تعیین کننده است. ما سه تا موضعگیری عموما داریم در مقابل مشکلات. یک، یه تعداد افراد هستن وقتی مشکلی میان به زمین و زمان شکایت میکنن. جالب اینجاست، از خدا به خلق خدا شکایت میکنن. اینا رو تو ببین، میان شکایت خدا رو به بندگان خدا میکنن. ببین خدا با من چه کار کرد؟ من بدبخت کرد، من روسیا کرد، من بیچاره شدم، فلان شدم. برای افرادی که بعد از مصیبت از خدا دور میشن، ناشکری میکنن، شکایت میکنن، کفر میگن، گاهن عزیزی رو از دست دادن، به زمین و زمان فوش میدن، این عذابه، شک نکن. برای اینها مصیبت عین مصیبت، برای اینها بلاست، برای اینها عذابه، برای اینها گرفت خداست. گروه دوم اونهایی هستن که وقتی الله سبحانه و تعالی به اونها مصیبتی میدهد گلایه نمی کنن، سر و صدا نمی کنن، شکواییه نمی نویسن، توبه و استغفار میکنن، استغفر الله میگن. برای اینها کفاره است، کفاره گناهانه. الله آورده این مصیبت و این بلا رو که اون رو چیکار بکنه؟ آزمایش بکنه و کفاره گناهانش قرار بده. و آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیث همین میفرماید که ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتی الشوک یشاکا. سبحان الله. برای انسان مسلمان هر مصیبتی، غمی، خستگی، حتی خستگی، خسته شده از کار روزمره، ولی وقتی بیاد استغفار میکنه، وقتی میاد به الله پناه میبره، الله میبره این کفاره گناهان است. حتی خاری به پایش میزنه. این خار. به این خاطر یک فرزندی آمد به مادرش که دیابت داشت، بیماری قند داشت، انسولین مصرف میکرد، صبح شب گفت هنیئا لک یا اما، تبریک میگم بهت مامان جون. بچه‌ای که در مدرسه قرآن درس خونده اینقدر رشد کرده عجیبه. گفت هنیئا لک یا اما، مامان جون بهت تبریک میگم. تبریک چی؟ به دیابتم میخندی؟ به این انسولینی که تمام بدنم سوراخ کرده؟ به این که اصلا نمیتونم هر چیزی بخورم؟ مامان، مادر جان، پیامبر در حدیثی فرمودن صلی الله علیه و سلم هر کسی که یک خاری به بدنش، یک خاری فرو بره، الله سبحانه و تعالی یک گناه از گناهانش و چه بسا چندین گناه رو از او پاک میکنه، به شرط این که لربک باشه، برای این، به شرط این که طلب ثواب بکنه، برای اینکه ناشکری نکنه، به شرط اینکه ناشکری نکنه. مادر جان، تو یک آمپول و یک خار، در واقع صبح یک شب، روزی 2 مرتبه الله سبحانه و تعالی تو رو آزمایش میکنه و الله سبحانه و تعالی گناهان تو رو پاک میکنه. این تبریک گویی نداره؟ مبارک باد. منم میگم به عزیزانی که بیماری دیابت دارن، انسولین مصرف میکنن، هنیئا لکم، مواظب باشید خودتون رو بی اجر نکنید.
مواظب باشید با آخوخ کردن، با داد و بیداد کردن، با شکوایی کردن، با گلایه کردن مشکلتون حل نمیشه. با خدا خودتون رو بی اجر نکنید. کسی که تو خونه بیمار سرطانی داره، هنیئا لکم، چقدر این منطق قرآنی انسان رو عوض میکنه. کسی که سرما خورده، حتی لعنت به زمین و زمان نفرست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا تسبوا الدهر، زمانه رو دشنام نده، مشکلات رو دشنام ندید. اینا همه باعث کفاره شماست، اینا نردبان ترقی شماست، معراج شماست. در پرتو این مشکلات الله میخواد کفاره کنه گناهان تو رو. یک حدیثی حکیم الامت طحاوی آورده، این دیگه اصلا شاید هر کس نتونه هضم کنه. تردید داشتم بگم یا نگم، ولی چون علما اومدن میگم. در یک شهری 2 نفر مریض در آستانه مرگ، 2 نفر، یک مسلمان یک کافر. کافر هنگام مرگش آرزو کرد یک ماهی بریانی قشنگی نوش جان بکنه، یک ماهی قزلالا. مسلمان تو همون شهر آرزو کرد که من یک لیوان زیتون بخورم، یک لیوان زیتون. مسلمان آرزو کرد یک لیوان زیتون، یک شیشه زیتون من استفاده کنم. الله 2 فرشته رو فرستاد. به فرشته گفت برو در برکه خانه اون کافر یه ماهی بذار این آرزوش برآورده بشه. به فرشته دیگه دستور داد برو تاقچه کنار تخت مسلمان، اونجا یک شیشه روغن زیتون از اون رو چپه کن. یعنی چه؟ این چه دستوری است؟ برای کافر داری ماهی میبری، این مسلمان بیچاره هیچی نمیده که هیچ، حتی همون شیشه روغنش رو هم چپ بکن، بنداز بریز خلاص. فرشته ها دیگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشته ها کارشون اینه که دستور الله رو اجرا میکنن بدون چوره چرا. وقتی که رفتن این کار رو انجام دادن، برگشتن گفتن یا الله بی ادبی و گستاخی نباشه، فلسفه این کار چی بود؟ گفت ای فرشتگان من عدالت من تقاضا میکنه که برای کافر هم پاداش بدم. کارهای خیری که در دنیا کرده پاداششون در همین دنیا بدم. این کافر، این بنده خدا هر کاری خیری کرده بود، دست یکی رو گرفته بود، بیمارستان ساخته بود، دارالایتام زده بود، فلان اختراع رو انجام داده بود، من همه پاداش او رو، پاداش زحماتش رو در این دنیا دادم. فقط یک کار خیر انجام داده بود تا همین لحظه مونده بود، اونو هنوز جبران نکرده بودم. چون داشت میمرد گفتم برو این آخرین خواسته او رو هم برآورده بکن تا من و او بشیم بی حساب. خیلی از سوالها جواب داده میشه یا نه؟ که چرا فلانی این همه در اتوبان معصیت میگازه خدا همه چیزم بهش میده؟ بله، اون تو دنیا کارهای خیری کرده، الله میخواد همین دنیا پاسخ بده، همین دنیا باش تصفیه حساب بکنه، کار خیرش رو جوابشو بده. و این همه کارهای خیرش رو الله پاسخ داده بود جز یکی که همون آستانه مرگش انجام داده بود. الله گفت یک تقاضا به یک دعایی، دلش یک چیز کشیده، ماهی بهش بده. خب اما مسلمان چی؟ گفت این مسلمان از اون مسلماناست، از اون مؤمنان کار درسته. هر گناهی کرده، من یک مصیبت و یک مشکل بهش دادم، به یک طریقی کفاره کردم گناه رو. همین چند دقیقه پیش یک گناهی انجام داده بود که هنوز کفاره نشده و من الله دوست ندارم این حتی با یک گناه به دیدار من. خواستم یه تقاضا، یه خواسته ای کرده از من الله، اونو بهش ندم، یک کمی دلش درد بکنه به وسیله همون آخرین گناهشم کفاره بشه که صاف و پاک به دیدار. الله اکبر. حالا لذت ببر، حالا بدون که مشکلات وقتی با این دید بهش نگاه بکنی میمش میفته. مشکلات میمشو بردار، چی میشه؟ بله؟ شکلات. همه چیز تغییر میکنه، مشکلات شکلات میشه، حوادث نردبان عروج میشه، پله ترقی میشه، وصول الی الله میشه. برای گروه دوم کفاره گناهان است، اونهایی که
استغفار میکنن، توبه میکنن. اما برای گروه سوم رفع درجات میشه. اینو گوش بده که طرف با مصیبتی گرفتار شده، الله سبحانه و تعالی به عزت او، به ایمان او، به درجه او در میان بندگان خودش می افزاید. اون زمانی که بنده نه تنها شکوه و گلایه نمی کند، نه تنها حتی سکوت هم نمی کند، بلکه به الله اطمینان دارد. میگه هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. میاد راضی میشه، به قول حافظ رضا به داده بده و از جبین گره بگشا. خم به ابرو نمیاره، لبخند میزنه. پروردگارا باز به من نظر لطف کردی. این افراد خیلی کمند، اونهایی که خنده زنان برن به ملاقات مشکلات، اونهایی که مثل ابوالحسن خرقانی در شب عید قربان فرزندشو الله بگیره، یک فرزند، یک پسر، میگه حاشا که من از حکم تو افغان کنمی، یا خود قدمی خلاف فرمان نهمی. 100 قرت عین دگرم بایستی تا همچو شبی برات قربان بره. الا با یک فرزند من آب تو دلم تکون بخوره، 100 قرت عین دگرم بایستی تا همچو شبی برات قربان بره. عزیزان من، به خدا مشکلات برای مسلمان رفع درجاته. یک نان رو در نظر بگیر، چرا شده برکت خدا؟ چرا ما احترام میذاریم به نون؟ این اول همین بوده؟ یک بذری بود. اولین مشکل برای این بیچاره پیش آمد چی شد؟ رفت زیر خانه، حبسش کردن، زندان کردن، جوانه رو زدن، 2 مرتبه قوی‌تر بلند شد، خوشه کرد، خوشه که داد داست بزنه شد، با داست درو کردن، عزتش بیشتر شد. اول بود کاه، حالا شده خوشه گندم شده، نه؟ بعد 2 مرتبه تو با دستگاهی که کاه رو جدا میکنن و گندم رو جدا میکنن، تو اون له و لوردش میکنه، گندم خالص شد. مشکل دیگر، بعد بره زیر سنگ آسیا، زیر سنگ قرار میده، آرد میشه. تازه باید بره زیر مشتماله های نانوا، خوب بماله، بهتر شد، خمیر شد، همه اینا آماده شده. حالا باید بره بدترین مرحله، اون که در تنور داغ بچسبه که تبدیل بشه به چی؟ نان. عزیز من، الله سبحانه و تعالی اگر مشکلی میخواد برای ما، برای مؤمن وجود بیاره، چون میخواد اونو پربرکت کنه، چون میخواد به اون جایگاه بده. یک درجه دار وقتی تو سربازی، تو دوران خدمت تیر میخوره، میخنده، خوشحاله. باور کنید. چرا؟ چون این تیر خوردنش باعث رفع درجه میشه، ترقی پیدا میکنه، درجه بالاتر، سروان سرهنگ میشه، سرهنگ تیمسار میشه. تو نظام بندگان اینطوریه که کسی اونجا یک ضربه بخوره باعث رفع و ارتقای درجه میشه. آیا در بازی زندگی الله به ما مشکلی بده همینطور فله‌ای؟ نه، اینطوری نیست. یقین بداری که الله میخواد ما رو رشد بده. دوستان عزیز، نیاد اینجا سخنرانی گوش کنید کیف کردیم، نه، ما بایستی دیدگاه ها رو عوض کنیم. این از امشب به بعد هر کس به هر گرفتاری، هر مشکلی، هر بحرانی دامنگیر او شده، ولی ربک فاصبر، یک خنده‌ای بزنه، یه تبسمی تو خلوت خودش، تو تنهایی خودش. عشق است یا الله، تو حتما برای من بهتر از اون در نظر داری. بعد ببین چی میشه، بعد ببین خداوند چطور گره های زندگی رو باز میکنه. شما که خیلیتون ورزشکاری، آخرین مثال بزنم. ورزشکاران وقتی میرن پیش رئیسشون، پیش مربیشون، چیکار میکنه اونجا؟ مربی مشت میزنه، سیلی میزنه، لگد میزنه، کیوکوشن، کنفو، کاراته.
کیف میکنه بزن بزن بزن. میگه نمیگه. اگر یه روز این آقای کنفکار مربیش بهش توجه نکنه، یک دو تا مش نزنه، یا میگه آقای مربی چی شد؟ مشکل دارم، من به درد نمیخورم؟ ها؟ در من استعداد نیست که من فردا یک رزمی کار بشم؟ چرا هست؟ خب چرا امروز نزدی منو؟ چرا منو ول کردی؟ الله میخواد ما رو رزمنده بسازه. الله میخواد ما رو بندگان قوی بسازه که المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. چون خدا مؤمن قوی رو دوست داره، چون خدا مؤمن بزدل و ترسو و لرزان و گریان و بی صبر به درد کارش نمیاد، نه این که به درد نخوره. اون هم در اون خیر هست. پیامبر فرمود فی کل خیر، در هر دو تا خیر هست، ولی مؤمن قوی چیزی دیگه ایه. نه ما زندگی رو اینطوری ببینیم عزیزان، هر مشکلی میاد در راستای ارتقای ماست. اما آخرین سوال رو فقط جواب بدم با اون که ما دوست داریم، ما امشب تصمیم گرفتیم انسان‌های صبور قوی باشیم، اما چگونه؟ آیا واقعا اینها ذاتی نیست؟ اینها به قول امروزی ها وهمی نیست؟ نه 5 تا گام عزیزان بردارید از امشب. 5 تا گام. اول، هر مشکلی تو زندگی میاد اینو از جانب الله بدانیم، بدونیم که الله سبحانه و تعالی به ما نظر خیر داره، اون بهتر از ما میدونه. به قول یکی از بزرگان میگفت هر زمان دعایی میکنم قبول میشود، یه بار خوشحال میشم، اگر قبول نشود 10 بار خوشحال میشم. گفتم چرا؟ گفت اونی که من میخوام و خدا قبول میکنه اون خواسته منه، ولی چیزی که من میخوام الله نمیده خواسته الله هست. و علام الغیوب است، اون بهتر میدونه صلاح من چیه. این اولین است، یعنی این که به الله اعتماد کنیم، به محبوب از حقیقی اعتماد کنیم، بدونیم الله صلاح کار ما رو اینجوری دونسته، معشوق صلاح کار ما رو اینجوری فهمیده. این یک. دو، با تمرین. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود من تصبر صبره الله. هر کس تمرین صبر کنه الله رو صبور میکنه. یه مشکلی آمده، من با خودم تصمیم میگیرم آقا در مقابل این مشکل صبر کنم، به کسی داده هوا نکنم، به کسی نگم. صبر با تمرین به دست میاد. 3، در مشکلات هر موقعی قرار میگیریم پایینتر از خودمون رو نگاه بکنیم. من مثلا دارم میگم این برج اینقدر درآمد نکرد، خب مشکله واقعا، خب پایینتر رو نگاه بکن که ورشکست شده، ورشکست شدی، پایینتر از خودت رو نگاه بکن که یکی ورشکست شده به زندانه. این به مرور زمان انسان رو به مرحله رضا میرسه، به مرحله‌ای که انسان راضی بشه. 4، با ذکر و تلاوت. سبحان الله، این ذکر عجیبه، خدا قسم اینقدر انسان رو قوی میکنه. ذکر، سبحان الله والحمدلله، این اذکاری که هر هفته خدمت عزیزان میدیم، ذکر مثل یک باتری و شارژر میمونه. انسان مؤمن بدون ذکر قوی نمیشه. و 5، دعا. با دعا و مراقبه، با زجه زدن به دربار الله که الله من در مقابل مشکلات ضعیفم، مشکل به من نده، منو آزمایش نکن. اگر بنا به هر حکمتی آزمایش میکنی به من توفیق صبر. این 5 تا گام رو برداریم عزیزان، دلها قوی میشه، وسیع میشه. به خصوص اولی که این که انسان معشوق رو ببینه، معشوق رو ببینه. وقتی معشوق رو ببینه که اون داره تماشاش میکنه، آخری میگه مثلا اون بنده خدا اینا 100 ضرب شلاق معشوقش کردن، زد گفت بزن 99 تا زد، 100می رو بزن، گفت آخ، گفت چه مرگت شد؟ تو 99 تا زدی هیچی نگفتی، بزن 100می. گفت تا 99 تا رو میزدی معشوق من داشت نگاه به عشق معشوق است، بزن 99 تا رو زدی بودم بزن. 100می اون پرده رو کشید رفت، اون که ندید دردم. معشوقان الله میبیند. فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا. صبر کن در مقابل مشکلات، تو جلوی چشم منی، من تو رو دارم میگیرم.
الله سبحانه و تعالی توفیق عمل عنایت بفرماید. دوستان انشاءالله دعای این هفته و ذکر این هفته در همین رابطه است. 3 مرتبه صبح، 3 مرتبه شب، 3 مرتبه صبح، 3 مرتبه شب. ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمین. تکرار کنید. ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمین. ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمین. ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمین. میدونی معناش چیه؟ ربنا افرغ علينا صبرا. یا الله هرچه صبر از خالی کن در درون ما، در جان ما، در روح ما. و توفنا مسلمین. ما رو عاقبت بخیر کن. با این مشکلات عاقبت ما خراب نشه، ایمان ما خراب نشه. چه دعایی. دوستانی که انشالله حاضرند و مایلند این هفته رو هفته صبر اسم میذاریم با این دعا انشالله. اونایی که حاضرند صبح و شام حداقل 3 مرتبه دستا رو برن بالا انشالله. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ذکر هفته گذشته چی بود؟ کما ینبغی لجلال وجهک و یادتون سر بگم دوستان دستا برن بالا. ماشاءالله ماشاءالله. سنتم. الله قبول بکنه انشالله این ذکرها رو برای ما انشالله عاملی بشه انشالله به این که به الله برسیم و دعاهای ما قبول بشه انشالله. چند جمله مختصر دعا میکنیم. شب خیلی طولانی شد انشالله. خیلی از دوستان چون فقط صرفا برای گرفتن مزد و دعا میان، مریض دارن میان، مشکل دارن میان، من میشناسم بعضیا واقعا برای چون حاجت گرفتن الحمدلله از دعاهای بعد از تفسیر الله سبحانه و تعالی بله برای خصوصی تقاضای دعا کردن به خود من خیلی مراجعه کردن انشالله. دوستان امشب در جمع ما علما هست نه انشالله. خود یکی از عوامل انشالله اجابت دعا خواهد بود. از صمیم قلب انشالله همه دعا بکنیم. مهم نیست من چی میگم، مهم این است که شما از الله چی میخواین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. درود ابراهیم رو با من تکرار کنید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بلغ سلامنا رسول الله. اللهم بلغ سلامنا